فکرتو بکنید یه آهنگ به قدری معروف بشه که توی هر گوشه از دنیا، از ایران بگیر تا آمریکا و فرانسه باهاش خاطره داشته باشن. ولی سوال اینه که پربازدید ترین و معروف ترین آهنگ هر کشور چیه؟ آهنگ هایی که میلیون ها بار یا حتی میلیاردها بار شنیده شدن و تاریخ ساختن و تو ذهن همه ماها حک شدن. بزن بریم که قراره یه سفر هیجان انگیز به دنیای موسیقی داشته باشیم. امروز قراره 10 تا آهنگ محبوب و معروف از 10 تا کشور رو بهتون معرفی بکنم. اولین کشوری که انتخاب کردم بیاین آمریکاست. اسم پربازدیدترین موزیک آمریکا آپ تاون فانک از مارک رانسن هستش با 5 میلیارد و 400 میلیون ویو. صدر جدوله. بریم با هم بشنویم. آهنگ خفنی بود و قبلا هم شنیده بودم این آهنگو. فکر کنم خیلی کوچیک‌تر بودم. بریم سراغ دومین کشور. کشور برزیل. معروف‌ترین موزیک این کشور دیسپکیتو، فکر کنم این اسمش، از ددی یانکی و لوئیس فانسی که پربازدیدترین موزیک ویدیویی هستش که حتی توی یوتیوب میتونید ببینیدش با 8 میلیارد و 500 میلیون بازدید. یه چیزی بگم این وسط بهتون، من هیچ کدوم از این موزیک ویدیوها رو قبل گرفتن این ویدیو ندیدم که با هم دیگه گوش بدیم بهشون و ببینیم چی داشتن که صدر جدول اون کشورن. بریم با هم دیگه ببینیمش. ببینم چه سالی بود. واسه 8 سال پیشه. امکان نداره شما نشنیده باشیدش. بریم سراغ کشور بعدی، کشور هند. اسم معروف ترین آهنگشون لگنگا به لهجه هندی. مثلا من خیلی بلدم. از جاس منک یه همچین اسمی 1 میلیارد و 700 میلیون ویو داره. با هم دیگه بشنویمش. موزیک هندیه دیگه. بریم سراغ کشور بعدی که کره جنوبی هستش. معروف ترین موزیک این کشور رو اگه تونستید حدس بزنید، اگه یادتون باشه هوپ گانگام استایل یه همچین چیزی، همچین لهجه‌ای دارم فکر میکنم. ترندترین موزیک کل جهان بود، نه فقط واسه خود کره جنوبی. و همه باهاش داب اسمش میگرفتن، این شکلی میرقصیدن که داره 5 میلیارد و 400 میلیون ویوه. بشنویمش با هم دیگه. با اینکه میدونم همتون شنیدین این آهنگ. واقعا آهنگ بامزه‌ایه. موزیک ویدیوش هم یه مقداری جالبه، برای همین آدم جذب میشه که نگاش کنه. و اون رقصی که امضای کار خودش بوده یه جورایی. اگه تونستید حدس بزنید کشور بعدی چه کشوریه؟ مکزیکیا زبونشون اسپانیایی هستش که معروف ترین موزیک این کشور بایلاندو از انریکه هستش. بریم موزیکش رو با هم دیگه بشنویم. 3 میلیارد و 600 میلیون ویو داره و پرطرفدارترین آهنگ مکزیکیه. کشور بعدی کشور سفت و سخت آلمانه که پربازدیدترین موزیکشون 117 میلیون ویو داره. اسم خواننده‌اش هلن فیشر هستش اگه اشتباه نگم. آتلموس داخت ناخت معروف ترین آهنگش. با هم دیگه بشنویمه. بد نبود، سلیقه من نیست این موزیک. کشور بعدی کشور اشاقه که اسمش فرانسه هست که معروف ترین موزیک فرانسوی مربوط به خواننده‌ای به اسم ایندیلا هستش که اسم موزیکش درنیر دانسه هستش. 1 میلیارد و 200 میلیون ویو داره. باید حتما شنیده باشینش.
یادتون اومد کدوم آهنگه؟ من که شنیده بودمش قبلا، خیلی خیلی هم ترند بود. این اینستاگرام هنوز ترند هستش. 8مین کشور ترکیه هستش. آهنگ دردم از اصلانه. بعد از شنیدن آهنگ فهمیدم که دردم اسلوم بوده که 354 میلیون ویو داره. من که سر در نمیارم از آهنگ ترکیه‌ای، ولی من راکاشون رو گوش دادم و واقعا معرکه است راکاشون. ولی این موزیکی که وایرال ترین موزیک توی ترکیه است و سلیقه من نیست. و 9مین کشور ایران خودمونه که پرویوترین موزیک میرسه به محسن یگانه. آهنگ بهت قول میدم که 100% همتون شنیدیدش. بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش. هم نوازنده خیلی خفنیه، هم خواننده خیلی خفنیه. از قدیم با اینکه من خودم پاپ ایرانی اصلا گوش نمیدم، طرفدار محسن یگانه بودم. یادم رفت بهتون بگم که چقدر ویو داشت. 244 میلیون ویو. و آخرین کشوری که قراره بهتون معرفی بکنم آهنگشو کشور روسیه است. خواننده‌اش اسمش میانگیه اگه اشتباه نکنم. بازم اسم موزیکش I Got Love که 1 میلیون ویو رو مال خودش کرده. با هم دیگه بشنویمش. فکر کنم این موزیک رو یه جا شنیدم. موزیک باحالیه، مخصوصا صدای خواننده‌اش خیلی خب اینم از 10 تا آهنگ معروف از 10 تا کشور. حالا سوال مهم اینه که کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داشتی و محبوبت بود؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه دوست دارید این سبک ویدیو رو بیشتر از من ببینید، لطفاً دکمه زنگوله رو بزنید. سابسکرایب هم یادتون نره. با لایک و کامنت هم خیلی خوشحالم میکنید. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. تا قسمت بعدی. خداحافظ.